سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ 10 است و من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای مهم برنامه اخبار آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت رسا 5 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر می شود و ثبتش را هم می توانید ببینید. امروز مطبوعات تاجیکستان عید دارد. این سنه در شرایطی تجلیل می‌گردد که وضع عمومی این ساحه در تاجیکستان غیر قابل تحمل بهاگذاری می شود و به توجه بیشتر نیاز دارد. از جمله مشکلات مالی و اقتصادی، وجود خودسانسوری، از میان رفتن رقابت نشرهای مستقل و همچنین نبود چاپخانه مستقل از مشکلاتی است که دامنگیر مطبوعات تاجیک شده است. یکی از موضوعهای برنامه امروز خبری به همین مسئله بخشیده شده است که با هم می‌بینیم. در 3 روز اخیر قرب روبل روسی در تاجیکستان به شدت پایان افتاد. پایان هفته گذشته اگر 1000 روبل روسی بنابر قرب رسمی معین کرده بانک ملی 145 سامانی ارزش داشت، امروز 11 مارس 1000 روبل 134 سامانی معین شده است. بانک‌های تجارتی تاجیکستان برای عوض 1000 روبل فرستاده مهاجران 134 یا 136 سامانی می‌دهند، اما کارافتادگان به رادیو آزادی شکایت دارند که بانک‌ها برای عوض 1000 روبل فرستاده آنها 129 130 سامانی داده شدند. قرب اصلی روبل در تاجیکستان چند است و چی باید کرد که سرمایه‌ها از دست نروند؟ در برنامه اخبار خواهیم گفت. امسال جشنواره آش پلو نمی‌شود. چون این تصمیم را شهرداری دوشنبه به خاطر جلوگیری از بیماری کرونا ویروس گرفته است. قرار بود این جشنواره روز 14 مارس در باغ فردوسی شهر دوشنبه برگزار گردد. خطر کرونا ویروس در مجموع به جشن نوروز در تاجیکستان که همه ساله با شکوه تجلیل میشد چه تاثیر رساند و فعلا پایتخت چه حال و هوا دارد، بعد 3 ساعت دیگر معلومات خواهیم داد. ضمناً تهدید خروج کرونا ویروس در جهان مقام بازارهای تاجیکستان را وادار کرده است که این مکانهای تجارت سرادم را یک پی هم دزینفکسیون و یا بی‌ضرر گرداند. همچنین در یک نشست خاص در دوشنبه با اشتراک نمایندگان سازمان جهانی تندرستی و وزارت تندرستی تاجیکستان تهیه نقشه واکنش به حالت فوق‌العاده در رابطه با کرونا ویروس نوع کووید 19 بررسی شده است. این گزارش را در این باره منتظر باشید. همچنین از قهرمانی 2 جوان در ناحیه یاوان برای شما خواهیم گفت که یک نفری را ضمن سوختار در مرکز سلامتی نجات دادند. جوان دختر نجات یافته میگوید در میان دود غلیظ مانده و امید نداشت که جان به سلامت میبرد. نجات دهندگان باشند گفتند که تنها قرض شهروندی خود را اجرا کردند. صحبت آنها را میتوانید در برنامه خبری تماشا کنید. و حالا یک خبر دیگر را برایتان پیشکش میکنم که برای خصوصا هواداران نگین امانقلوبه از خواننده‌های معروف تاجیکستان چندان خوشحال کننده نیست. برنامه کنسرتی نگین امانقلوبه هنرمند معروف تاجیک بنابر کرونا ویروس در اسرائیل لغو شده است. در این باره سازمان دهنده این برنامه الی یعقوبوف خبر داده است. کنسرت نگین امانقلوبه باید فردا و یا پس فردا برگزار میشد، اما وزارت تندرستی اسرائیل همه چاره‌بینی‌های بنابر خطر کرونا ویروس را لغو کرد. در اسرائیل تا روز سه‌شنبه 10 مارس 42 مورد گرفتاری با کرونا ویروس ثبت شده است و حکومت آن کشور اعلام کرده است که همه افرادی که از خارج میآیند باید حتما مدت 14 روز کرانتین شوند. نگین امانقلوبه در حال حاضر یکی از معروفترین آوازخوان‌های جوان کشور است. او سال 1986 در شهر پنجکین به دنیا آمد. نامش بار اول بعد پیروزی در آزمون اندلیب مطرح شد. اولین ترانه‌ای که نگین را مشهور کرد ترانه معروف سالهای 60 با نام رنجیده نگارم آمد بود که نگین امانقلوبه بازخوانی کرده است. بینندگان ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه مهم امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک از نکلاسیک همراهی کنید. خدا نگهبان شما.